هر سال در تاجیکستان بیش از 70 کودک از راه نامعلوم به ویروس نورسایی مسئولیت بدن یا HIV گرفتار می شوند. در 5 سال اخیر 371 نورسی تا 14 ساله که پدر و مادری سالم دارند از راه نامعلوم به این ویروس سرایت یافتند. این کودکان در مرکزهای مخصوص طبابت و کمک می گیرند ولی اکثر آنها نمیدانند که به چه بیماری گرفتار شدند. در برنامه ملی مقاومت با اپیدمی ویروسی مسئولیت بدن برای سالهای 2017-2020 که رئیس جمهور امامعلی رحمان به تازگی برای عملی شدن آن قرار ویژه امضا کرده است، از افزایش گرفتاری کودکان به این ویروس از راه‌های نامعلوم اظهار نگرانی کرده است. در این برنامه گفته می شود که کشف گرفتاری کودکان به ویروس نورسایی مسئولیت بدن در مقایسه با 5 سال پیش 58% افزایش یافته است و مقامات برای جلوگیری از آن باید تدبیرهای خاص بیاندیشند. ملا اسد نظرов مدیر شعبه اپیدمیولوژی مرکز جمهوریوی مبارزه بر ضد بیماری ویروس نورسایی مسئولیت بدن روز 22 اوگوست بر رادیو آزادی گفت هنوز تلاش آنها برای پیدا کردن راه‌های نامعلوم سرایت‌یابی کودکان به پایان نرسیده است. هرچند به گفته او دقیق کردن عامل سرایت‌یابی دشوار است. او گفت برای همین راه گزارش دکترای اپیدمیولوژ ما تا آخر بردن نمی‌توانند. نمایانا هر یک حالتی که هست است از تا معین شدنش تفتیشات دوام یافته میگیرد و خیلی نیست که این نمایان هست دیگر همه خیلمان. این مسئولی مرکز مبارزه با بیماری ویروس نورسایی بدن میگوید سرایت‌یابی کودکان وقت کشف شده است که آنها با شکایت از بیماری دیگر به شفاخانه مراجعت کردند. ملا اسد نظرов گفت که چطور بیمار میشد بعد حرارت بدنش بلند نامعین است، سبب اساسی بیماریش معلوم نیست، خرابشوی بسیار دارد، حالت دریافت میشوند. این مسئول گفت که با والدان کودکان صحبت میکنند و آنها را به طور مخفی تبابت مینمایند. صباحت کمالا و مسئول یک سازمان جمعیتی که با کودکان گرفتار ویروس نورسایی مسئولیت آدم کار میکند گفت پدر و مادر این کودکان ضربه سخت روانی گرفتند و در برابر کودکان با آنها نیز کار برده می شود. در مجموع در تاجیکستان 636 کودک تا 14 ساله مبتلا به ویروس نورسایی مسئولیت بدن ثبت شده است که 371 نفر آنها هنوز معلوم نیست از کجا سرایت یافتند. تنها 255 نفر از مادران خود که حامل ویروس بودند سرایت یافتند. طبق آمار رسمی نزدیک 8000 مبتلای ویروس نورسایی مسئولیت بدن در تاجیکستان ثبت شده، از این شمار تاکنون نزدیک 1600 تن فوت دیده است.